فعالان بدخشان در زندان. دیکتاتورها قتل عام را در نوکوز تصدیق کردند. رحمان از اسرافکاری نگران است. رژیم تاجیک سرکوب‌های خود را علیه ساکنان ولایت مختار کوهستانی بدخشان ادامه می‌دهد. دادگاه شهر خاروخ شاعر و نواربردار محلی میسر سادانشویف را برای همکاری با گروهی فعالان کمیسیه 44 به 11 سال زندان محکوم گردانید. در این باره خبرگزاری آزادی خبر می‌دهد. سادانشویف طبق ماده 305 یعنی خیانت به دولت کودکس جنایی جمهوری تاجیکستان ایبدار دانسته شد. در جریان مرافعه گفته شد که میسر به نواربرداری و نشر ملاقات‌های کمیسیه 44 در اینترنت مشغول بوده است. گفت یکی از نزدیکان محکوم شده. حکم میسر سادانشویف 28 ساله روز 24 ایون از طرف دادگاه خوانده شد. و ناحیه‌های ولایت مختار کوهستان بدخشان یادداشت میکنیم که کمیسیه 44 در شهر خاروخ هنگام حادثه های ماه نوامبر سال 2021 از حساب فعالان جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان تأسیس داده شده بود. قبلا در دوشنبه 2 نفر فعالان کمیسیه 44 شفتالو بیگ دولتوی 64 ساله و خوجمر پیر محمدوی 58 ساله به 18 سال زندان محکوم شده بودند. با اعضایان گروه متشکل جنایتی باشند. حالا بیش از 10 فعال بازداشت شده در رابطه با حوادث ولایت مختار کوهستان بدخشان در دوشنبه در بازداشتگاه نگاه داشته میشوند. در میان آنها حقوق شناس فراموز ایرگاشوف، خورسند محمدشایف، مظفر مبارک شایف، بختیار بختیاروف، رئیس اساتید حقوق شناسان پامیر و عضو ائتلاف جامعه شهروندی ضد شکنجه و بی‌جزایی در تاجیکستان منوچهر خالق نظروف و حامی حقوق بشر الفت خانم محمدشایف نیز هستند. стали основными виновниками всех бед и трагедий. بنابر اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری ازبکستان، ولادیمیر پوتین از تدبیرهای قطعی حکومت ازبکستان برای به اعتدال آوردن وضع در قرقالپاکستان پشتیبانی کرده است. این در جریان گفتگوی تلفنی شوکت میرزیویف و ولادیمیر پوتین که روز 5 ایول صورت گرفته بود رخ داد. قبلا روز 4 ایول رئیس جمهوری ازبکستان با سران دولت‌های تاجیکستان، قزاقستان و قرقیزستان گفتگوی تلفنی انجام داد. همه آنها جانبداری کامل خود را از اقدامات قطعی مقامات ازبکستان در تامین ثبات در کشور اظهار داشتند. خبر می‌دهد سامانه پرزیدنتی ازبکستان. ترکمنستان نیز از عملکرد رژیم ازبکستان پشتیبانی کرد. روز 5 ایول وزارت امور خارجه ترکمنستان پیامی موافق نشر کرد. جانب ترکمنستان از اقدامات سریع و قطعی رهبریت ازبکستان برای تامین امنیت و صلح اهالی جهت حفظ ساخت کنستیتوسیونی و ترتیبات حقوقی در کشور جانبداری می‌کند. ضمن سرکوب کردن اعتراضها در رابطه با وارد نمودن تغییر الهه‌ها به سرقانون ازبکستان که از محروم ساختن مقام مختاریت قرقالپاکستان را نیز پیش بینی می‌کند، تنها طبق معلومات رسمی 18 نفر 4 کارمندان حفظ حقوق و 14 نفر اهالی آسایشته کشته شده، زیاده از 250 نفر جراحت برداشتند، زیاده از 500 نفر بازداشت شدند. یک قسمی بازداشت شدگان از قرقالپاکستان به ولایت‌های دیگر ازبکستان انتقال کرده شدند. با گفته حامیان حقوق شماره واقعی قربانیان شاید بیشتر باشد. Толпы бандитствующих элементов избивают военнослужащих. یادداشت میکنیم که تظاهرات اعتراضی در اول سال جاری در جنوب قزاقستان و ماه می در ولایت مختار کوهستان بدخشان تاجیکستان همین طور سرکوب شده بود. کشورمان امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سخنرانی تبریکاتی خود به مناسبت عید قربان از مردم کشور دعوت کرد که از اسرافکاری و خودنمایشکنی پرهیز کرده به جای آن به کارهای خیر و ثواب دست بزنند و به نیازمندان کمک کنند. خبر می‌دهد دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور. باوری دارم که در روزهای تجلیل عید قربان عنعنه پشتیبانی همدیگر، تحمل پذیری، سخاوتمندی، هموطنان ما به جای خرج‌های بیهوده کارهای خیر و ثواب را انجام می‌دهند، به نیازمندان و یتیمان و معیوبان، عائله‌های کم تأمین و آبادانی وطن مساعدت می‌کنند، گفت او. بعضی فهم و بعضی درک نادرست در بین. قابل ذکر است که در آستانه عیدهای اسلامی چند سال باز امامعلی رحمان به خودداری از اسرافکاری و خودنمایشکنی دعوت می‌کند، در حالی که رژیم جشن‌های غیر اسلامی از قبیل نوروز، صده، مهرگان و جشن‌های کدو، خربوزه، عسل و غیره را در مقیاس کلان جشن می‌گیرد. علاوه بر این هر یک سفر سران دولت‌های خارجی با اسرافکاری‌های بزرگ و خودنمایشکنی همراهی می‌کند.
масалан дар ҷараёни сафари охирини раис ҷумҳурии Русия Путин ба Тоҷикистон шабакаҳои телевизионии маҳаллӣ фаровонӣ ва гуногунии таомҳо, меваю нӯшокиҳоро намоиш доданд.